در دل تبعید، از دل خانواده‌ای با گذشته‌ای پادشاهانه، دختری زاده شد که راهی متفاوت از نسل پیشین خود برگزید. او نه دلبسته تاج و تخت است و نه گریزان از گذشته. نور پهلوی چهره‌ای از نسل نو ایرانیان است. نسلی که ریشه در خاک وطن دارد اما در جهان امروز نفس می‌کشد. لطفاً قبل از ادامه ویدیو کانال پرونده تاریخ رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. نور پهلوی در تاریخ 14 فروردین 1371 در واشنگتن دی سی آمریکا متولد شد. ایشون نخستین فرزند رضا و یاسمین پهلویه. نامش نور ترکیبی از معنا، زیبایی و نمادگرایی است. در دل نام او هم روشنی و امید نهفته است و هم اشاره‌ای تاریخی. چرا که در میان زنان خاندان سلطنتی ایران نام نورالعین دختر شاه عباس صفوی نیست یادآور وقار، استقلال و اعتبار زن ایرانی در تاریخ است. نور از کودکی با تضادهایی آشنا شد که شاید بسیاری هرگز تجربهش نکنند. در خانه‌ای بزرگ شد که در آن هم زبان فارسی جریان داشت و هم ارزش‌های مدرن غربی. از پدری که نماد سلطنت و سیاست بود و مادری که وکیل، فعال اجتماعی و مدافع حقوق بشر بود، درس‌هایی آموخت که مسیر زندگی او را شکل دادند. در عین حال که بیرون از خانه در فرهنگی بزرگ شد که برای آزادی‌های فردی ارزش قائل است، درون خانه با تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های خانواده‌ای آشنا می‌شد که هنوز خاطره سلطنت و انقلاب در ذهنشان زنده بود. نور تحصیلات متوسطه‌اش را در آمریکا به پایان رساند و سپس وارد دانشگاه معتبر جورج تاون شد. او در این دانشگاه دو رشته را به صورت همزمان ادامه داد: روانشناسی و مطالعات خاورمیانه. انتخاب روانشناسی برای کسی که در خانواده سیاسی رشد کرده شاید جالب به نظر برسد. اما نور همیشه گفته علاقه‌مند به درک انسان‌ها و ریشه رفتارها و تأثیر جامعه بر ذهن و روح انسان بوده. از سوی دیگر، مطالعات خاورمیانه برای او فقط یک موضوع آکادمیک نبود، بلکه سفری در تاریخ، فرهنگ و بحران‌های سرزمین مادریش بود. او فارسی را به خوبی صحبت می‌کند و به فرهنگ ایران افتخار می‌کند و هر جا که فرصتی بوده درباره ایران و مردمش صحبت کرده. بعد از پایان تحصیلات، نور برخلاف مسیرهای کلیشه‌ای و سنتی سلطنتی تصمیم گرفت وارد دنیای مد و رسانه شود. او از کودکی به مد علاقه داشت، اما این فقط یک علاقه سطحی نبود. برای نور، مد ابزاری است برای بیان هویت، قدرت، زن بودن و حتی اعتراض اجتماعی. نور با برندهای جهانی همکاری کرد و تصاویر او در مجلات معتبری منتشر شد. اما برخلاف مدل‌های مرسوم، او هیچگاه از گذشته‌اش فرار نکرد. او پرنسسی بود که تاجش را با جسارت کنار گذاشت، اما هرگز ریشه‌هایش را کنار نگذاشت. نور در سالهای اخیر در برنامه‌های تلویزیونی و نشست‌های مربوط به حقوق بشر و محیط زیست شرکت کرده است. او در مصاحبه‌هایش سعی کرده صدای نسل جدید ایرانیان خارج از کشور باشد. در جهانی که رسانه‌ها اغلب سطحی و زودگذر هستند، نور تلاش می‌کند از جایگاهش برای صحبت درباره مسائلی استفاده کند که بسیاری از آن غافلند. برخی ممکن است نور را به خاطر سبک پوشش مدرنش
و فعالیت در دنیای مد و حضورش در مهمانی‌ها یا فشن شوها قضاوت کند. اما آنچه کمتر گفته می شود این است که نور پهلوی از فرهنگ، زبان و تاریخ ایران دفاع کرده و همیشه گفته که به ایرانی بودنم افتخار می کنم. او نماد زنی است که هم زن بودنش را جشن می گیرد و هم ریشه های فرهنگیش را می شناسد. نور 2 خواهر به نام‌های ایمان و فرح دارد. نام فرح ادای احترامی است به مادر بزرگشان شهبانو فرح. زنی که هنوز هم در میان بسیاری از ایرانیان نماد شکوه و اعتبار زن ایرانی در دوران معاصر است. نور پهلوی امروز در نیویورک زندگی می کند. او در پروژه‌های فرهنگی و رسانه‌ای مشغول است و به موضوعات اجتماعی علاقه دارد. در عین حال تلاش می کند پلی باشد میان نسل ایرانیان مهاجر و کسانی که هنوز در ایران زندگی می کنند. برخی رسانه‌ها تلاش کردند که او را فردی بیریشه یا بی تعلق به ایران معرفی کنند. اما حقیقت این است که نور نه تنها فارسی صحبت می کند بلکه بارها در رسانه‌ها از فرهنگ ایران و سنت‌های ایرانی دفاع کرده است. نور پرنسسی است که در کاخ زندگی نمی کند، در قدرت نیست و بر تختی تکیه نزده. اما صدایش در رسانه‌ها شنیده می شود، تصویرش در مجلات دیده می شود و حرفهایش دل بسیاری از ایرانیان را لمس می کند. او نماد نسلی است که نمی خواهد میان گذشته و حال یکی را انتخاب کند، بلکه می خواهد گذشته را بشناسد، حال را زندگی کند و آینده‌ای بهتر بسازد. او نه تنها فرزند یک ولیعهد است، بلکه یک زن تحصیل کرده، روشنفکر، مستقل و فرهنگی است. او مانند بسیاری از جوانان ایرانی با دوگانگی‌های هویت و ریشه و فرهنگ روبروست. اما به جای انکار، سعی کرده از همین تضادها قدرت بسازد. نور نه فقط یک اسم است، بلکه نمادی است از هویتی جدید، صدایی متفاوت و امیدی تازه برای ایرانیان خارج از مرزها. اگر به تاریخ و فرهنگ ایران علاقه‌مندید، حتما کانال پرونده تاریخ رو سابسکرایب کنید و نظرات ارزشمند خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. همراهی شما یعنی ادامه این مسیر آگاهی بخش. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.